الو، درود بر شما. درود بر شما. جناب آقای سعید بهبهان، میخواستم با جناب آقای منفردزاده عزیز صحبتی داشته باشم. واقعیت اینه که به نظر میسه خیلی از ایرانیان نمیبینن یا نمیخوان ببینن. بزرگترین حرکت سیاسی مردم در رابطه با عدم رضایت نسبت به عملکرد رژیم آخوندی زمانی بود که بیش از 3 میلیون نفر زن و مرد، بزرگ و کوچک، پیر و جوان اومدن توی خیابون فریاد زدن رأی من کو. توی همین اوضاع جناب آقای رئیس جمهور آمریکا زیر میزی نامه میده به رژیم آخوندی. عجب دنیای شیر تو شیری شده. رژیم آخوندی هم از آمریکا و اروپا نقش گرفته، داره بازی میکنه تا جامعه ایرانی یه آلترناتیو دموکرات نداشته باشه. آخوند نقش بازی میکنه و جهان هم میخواد که اونا نقش بازی کنه، اما به چه قیمتی؟ بی آبرو شدن ایرانی یا به احتمال قوی جنگ زرگری. سپاسگزارم. اگر نظرتون رو بدین جناب آقای منفردزاده عزیز. درود بر کوروش بزرگ. مرحمتتون. متشکرم. آقای منفردزاده بفرمایید. جناب منفردزاده، من این زاویه چشمانداز رو من تایید میکنم. من 8-9 سال وایس آف امریکا رو و بعد بی بی سی که افتاد اصطلاحاً بگیم مانیتور کردم و لای خطا رو نگاه کردم. جهان غرب و به اصطلاح آزاد که شما گفتید که توش عدم امنیت فلان نیست، این قضیه تروریسم رو علم کردن که در ایران سکیوریتی هوملند راه بندازن. در سوئد همون هستن، زندگی میکنن، میبینن. در کشورهای اروپایی شما آزادی بی قید و شرط سیاسی دارید. دوستان عزیز، آقای بهبهانی، چرا میگید هیچ جای دنیا نیست؟ آزادی سیاسی بی قید و شرط در سوئد هست،